وقتتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدم با آموزش برداشت راکی ربیت. خب میریم داخلش. خیلی شلوغه و این چیزا. حالا دیگه میاد چند بار لود کنید تا بیاد. هی اولش هنج میکنه و دوباره این و اون. خب اولین صفحه چه براتون میاد اینه. اولیش نوشته 834,000 تا داریم. آری BTC بهمون داد. خب این 834,000 تاشو 50% شو فعلا الان بهمون میده، 50% دیگه شو بعدن که هنوز نگفته که چی میده. خب این 417,000 تا الان لیست شد. اولش قیمتش 0.000011 بود. خب دیگه خیلی هم کم بود. ناامیدمون کرد تا ببینیم بیشتر میشه چی میشه، ولی فکر نکنم چندانم بیشتر بشه. خب میام روی این قسمت میزنیم رو ولت، اینجا میریم داخلش. اینجا اینا رو میبینید دو قسمته، دیس دپوزیت و ویدراو. خب ما میریم میزنیم رو قسمت ویدراو. اینجا نوشته 834,390 تا $5.84 که الان فقط میشه نصفشو برداشتن. میزنیم روش، اینجا نصفشو برداشتن. این قسمت آدرس تونچیپرتونه. این قسمت میتونید بگید چند تاش بیاد. میتونید اینجا انتخاب کنید بنویسید چند تا بیاد، یا بزنید مکس که 417,000 تاش بیاد. اینو که زدید میزنید رو گزینه سند کد. یک کد براتون میاد. هر وقت اینو زدید میاد، اینو میزنید پایین. اینجا داخل همین راکی ربیت یه پیام براتون میاد، یه کد 6 رقمی واردش میکنید اینجا رو انتر تلگرام کد و این براتون فعال میشه. کانفرم ویدراو. خب اما چون میبینید اینجا نوشته، ببینید به این ترتیبی که تون کوین دادید همون کارمزدشو به همون ترتیب هم میتونید بعداً برداشت کنید. الان من خیلی دیر تون کوینشو واریز کردم، به میگه 26 سپتامبر 2024، یعنی امروز 23 3 روز دیگه ساعت 18:37. اون لازم میتونم برداشت کنم و همون سری هم وارد اون چیپر میشه. حالا پیشنهاد نمی کنم که بذارید ببون یا پولشون کنید، ولی به هر حال قیمتش چند بود، خیلی هم چند بود تا اینو هم استرالاتسی میشه. خب اینا رو زدید دیگه میاد تو تون چیپر رو اونجا میتونید برداشتش کنید. چیز دیگه این نیست که بگم. خیلی ممنون از محبتتون که تا این لحظه نگاه کردید و خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار.